دیفندر دی 90، یه لندروور تحت لایسنس تولید کمپانی ام مدل 2 دیفرانسیل، خیلی خوشگل و باحاله. بچه ببینید کاپوتش باز میشه، باتریش اینجاست. بریم برای حرکت دادن. ماشین آفروده و باید توی سنگلاخ تستش کرد. دقیقاً عین نمونه واقعی حرکت میکنه. کمک فنراش، حرکت خودش و وسایلی که روشه عین نمونه واقعیه. باربند، اسنورکل بغلی که داره، چراغای جلویی که روشن میشه، خیلی لذت بخش میکنه کارو و بازی باهاش واقعا عالیه. لندروور کنترلی ام مدل لاستیکای آفرودی داره و میتونه مسیرهای